سؤال أثابكم الله، من أنكر حديثا أو حكما من الأحكام بدعوى أن هذا حديث آحاد هل يكفر بذلك؟ این در مسئله بسیار وقت در این بلا گرفتار شده. گاه حزب تحریری هستند، حزب تحریر در این بلا گرفتار است. سوال می‌کنه که الله به شما پاداش نیک عطا بخشد، آیا یگون کس اگر حدیث انکار کند یا یگون حکم از احکام دین انکار کند، اگر او را پرسید که برای چه خیلی میکنید، دعواش این است که میگه این حدیث آحاده، این حدیث چه میگه؟ آحاد است میگه. آیا این کس کافر میشه واسه این گپ گفتنش؟ اگه حدیث این علم مصطلحی خیلی گپ بسیار اختصار کنم که حدیث دو خیلی میشه، حدیث متواتر میشه، حدیثی چی میشه؟ آحاد میشه. حدیث آحاد یعنی که اختصارا گویم اگر همون حدیث یک صحابه روایت کرده دیگه یک صحابه نه، از اون یک صحابه با یک کس دیگر روایت کرده، یک تابعی، از اون یعنی یک روایت کرده که اون دیگه باشد با اصحاب گویم اصحاب کتب حدیث. نعم. ولی چی میگه حدیثی غریبش میگن، یعنی تقسیمات آحاد است. و اگر ما بود حدیثه که دو صحابه روایت کرده باشه، از اون دو صحابه با دو نفر دیگه، یعنی دو تابعین و از وای دو دیگه تا، یعنی که برای مثال گفتم ممکن در بعضی جا زیاد کردم بعضی جا کم کرده شدیم، یعنی که تعریفات گفتم بعد در کتب حدیث کتابات شدگی باشد این حدیث عزیز میگوین. با اگر ما بود پیغمبر شنیدگی باشه یا که دیدگی باشد با از اون کس سه کس دیگه از اونها با سه تا اومدگی باشه، این چی میگون؟ حدیثی مشهور میگوین. فهمیدید؟ یعنی حدیث غریب و عزیز و مشهور اینا از اقسام آحاد داخل میشن. اما اون حدیثی که بعضی روایت‌ها که بعضی از 9 تا بالا قریب 20 تا، بعضی حدیث‌ها را حتی 60 صحابه روایت کرده است. اینا در حدیث‌های چی داخل میشن؟ از 9 تا بالاش بعضی تعریفات اینا را متواتر میگوین که تماما او شک و شبهه نیست، بیچون و چرا باید که کسی به متواتر عمل کنه اعوذ بالله و کارش بیزید میشه. فهمیده؟ مهم نه مثلا قرآن با چی جمع کرده دیگه؟ با متواتر. فهمیدید؟ حدیث انما الاعمال بالنیات گرچه که این مشهور شد دیگه است، لیکن واقعا اسنادش ببینید این حدیث عمر روایتش میکنه، انما الاعمال بالنیات ده همه اسناد ده همه کتاب ها از عمر با یک کس روایت میکنه. این چی میگه؟ حدیثی غریب میگوین، لیکن گرچه که اسنادش غریب باشدم که حدیث در نزد تمام اهل حدیث چی شد دیگه؟ مشهور شد دیگه، یعنی شهرت یافته. این مشهور یعنی شهرت یافته که این. نه. اکنون شعبه درباره اون میگه که بعضی کسای حکم از احکام اسلام یکو حدیثا چیکار من انکار میکنن، نه منکر میشود. بعد میگوش هیچ برای چی میگه این دعوا شده که حدیث آحاد میگه، متواتر نیست که میگه. آیا کافر میشه؟ نه. شیخ میفرماید که الجواب لا یکفر بذلک، به این کافر نمیشه. برای چی؟ اذا كان متأولا، اگر یعنی که یگون با خودش با گفتی خودش یگون تفسیر و یگون تعبیر و یگون تفسیر میکردن باشد کافر نمیشه. نعم کافر نمیشه. تمام. لان اکثر هؤلاء مقلدون لمن قبلهم، چون که این دعوا رو میکرده ها اکثرشان دمروی که پیشینیان هستند، یعنی از پسی کسانی میگن که همین گپ کدوم عالم های خودشان هم گمراه های پیشینی گفتیان، اینها هم کتاب اند خوانده درک نکرده با گفتی هوای رفتگی هستند و متعولون و تعبیر کننده هستند، فلا یکفرون، اینا رو کافر یعنی که به کفر اتهام کردن نمیشد، ولکن یخطئون و یضللون، اینا رو فقط چی میگن؟ اهل خطا کردگی یا که گمراه گفته میشود. فهمیده؟ مهم یعنی که اینا رو برای ما یعنی که حزب تحریر کافر به سبب همین کارش یعنی کافر گفته نمیشه، یعنی که حدیث احاد اون کار نمیکنه، اون گمراه گفته میشه.